سران سه قوه آخوندی جمع شدن و یه جایی به اسم شورای عالی هماهنگی اقتصادی، یا اصلا همون بهتره بگیم شورای چگونه از وضعیت بغرنج فعلی خارج شویم، دنبال راهکار برای برون رفت از فروپاشی اقتصادی گشتند. بعد از کلی صلاح و مشورت یکی از مسببه هاشون این بوده که اگه کسی از خارج بیاد و 250,000 دلار در ایران سرمایه گذاری کنه بهش اقامت 5 ساله میدن. حالا ما نمیدونیم اینا پیش خودشون چی فکر کردن که چنین طرحی رو تصویب کردن، ولی تا جایی که ما میدونیم الان کل 80 میلیون نفر ساکن در ایران دنبال 50-60 میلیون پول میگردن که بدن به آدم پرون که از ایران فراریشون بده. ولی خب از دید آخوندا مملکت ما انقدر گل و بلبله که خارجی ها بیان 250,000 دلار توش بریزن که اقامت ایران رو بگیرن. این میزان از خوشبینی و توهم رو فقط میشه از توی کله پوک یه مشت آخوند قراضه استخراج کرد. احتمالاً اون جنسی که سران سه قوه مصرف میکنن باید جنس خیلی خوب و اعلایی باشه، دودو بگی در نره. آره این جنس انقدر مرغوبه که گزارش شده به محض تصویب این طرح صدها هزار شهروند اروپایی جلوی سفارتخونه‌های ایران در کشورهای اروپایی صف بستن که بتونن اقامت ایران رو بگیرن و وارد ایران بشن. آمریکا رو که نگو. خبر اومده که بعد تصویب این طرح میلیون ها آمریکایی اومده بودن پشت مرزهای غربی ایران همینطوری تو صف وایسادن که به هر زوری شده میخوان خودشون رو وارد خاک ایران کنن و درخواست پناهندگی بدن و از مزایای اقامت در ایران گل و بلبل بهره مند بشن. بعد لامصب این جنسش اینقدر قویه که سازمان ملل گفته ایران امن‌ترین مکان برای سرمایه گذاری خارجیه. ناتو هم اعلام نگرانی کرده که حالا این همه خارجی که دلارشون رو دارن میبرن تو ایران سرمایه گذاری کنن، خب ممکنه سایر کشورهای دنیا رو با کمبود ارز مواجه کنن. بله خب خیلی نگرانی واقعیه. فقط این مسئولینی که نشستن این طرح رو تصویب کردن کاش به عواقبش هم فکر میکردن دیگه. حالا بگذاریم از اینکه میلیون مهاجر آمریکایی و اروپایی رو چجوری میخوایم تو ایران جاشون بدیم، ولی الان مشکل اصلی اینه که اگه هر کسی برداره 250,000 دلار پول با خودش برداره بیاره ایران، این حجم از پول رو ما کجا میخوایم نگهداری کنیم آخه؟ واقعا الان وقتشه که مسئولین سریعا برن همون اطراف تورغوزآباد یه چند تا سوله و انبار بسازن که جایی برای نگهداری این حجم از دلارهای وارداتی داشته باشیم دیگه. خب زشته دیگه وقتی این چند میلیون مهاجر مهمون با خودشون نفری 250,000 دلار بیارن ما جا نداشته باشیم برای نگهداریش. بده دیگه. آره جلو در همسایه آدم چی بگه آخه؟ ضمناً دم ساقیتون خیلی گرمه ها، خیلی. با این وضعیت گرونی و کمیابی کالاهای اساسی پیدا کردن چنین جنس مرغوبی واقعاً کار سختیه. آقا دم ساقیتون گرم.